تصور کن یه روز توی اسپانیا سوار قطار بشی و چند ساعت بعد پیاده بشی توی مراکش. یا مثلا با ماشین بشینی و در کمتر از 30 دقیقه از اروپا بری آفریقا. خیلی عجیب به نظر میاد نه؟ اما اگه همه چی طبق برنامه پیش بره ممکنه این اتفاق واقعاً بیفته. اسپانیا توی جنوب اروپا اون طرف دریای مدیترانه و مراکش هم درست توی شمال آفریقا توی طرف دیگه است. حالا این دو کشور میخوان یه پل یا تونل غول‌پیکر بسازن که تنگه جبل الطارق رو که تنها 13 کیلومتر با هم فاصله داره به هم وصل کنن. یعنی از طرفی توی اروپا باشی، از طرف دیگه توی آفریقا. توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم که چطور میشه یه پل یا تونل بین اروپا و آفریقا ساخت و چرا جام جهانی 2030 شاید جرقه‌ای باشه که این پروژه عظیم استارت بخوره. تنگه جبل الطارق جاییه که دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس وصل میشه و تنها راه مستقیمیه که کشتی‌ها میتونن از اقیانوس اطلس به مدیترانه برن. همچنین این تنگه یه مسیر میونبر بین اقیانوس اطلس و اقیانوس هند حساب میشه. کشتی‌ها از تنگه جبل الطارق رد میشن، از مدیترانه عبور میکنن و از کانال سوئز به اقیانوس هند میرسن. در غیر این صورت یا باید با طی کردن یه مسیر طولانی کل آفریقا رو دور بزنن یا با یه مسیر حتی طولانی تر از اقیانوس آرام رد بشن. به خاطر همینم هست که سالیانه بیش از 65,000 کشتی از این تنگه عبور میکنه. به خاطر همین استراتژیکی این تنگه، کشورهای اطرافش و حتی بعضی کشورهای دیگه همیشه سعی کردن این مسیر رو مال خودشون کنن. از سال 1610 به بعد اسپانیا بیشتر اوقات کنترل این منطقه رو به دست داشته. توی اون دوران هر کی میخواست از این تنگه عبور کنه باید پرچم کشورش رو نشون میداد، وگرنه توپای جنگی اسپانیایی ازش پذیرایی میکردن. یکی از دلایلی که اسپانیا تونست کنترل کامل این مسیر رو حفظ کنه این بود که توی هر دو سمت تنگه حضور نظامی داشت. حتی امروزه هم یه منطقه کوچیک اسپانیایی به اسم سئوتا توی شرقی ترین نقطه ساحل آفریقایی تنگه وجود داره، ولی با این حال همه ساحل اروپایی تنگه دست اسپانیا نیست. درست روبروی سئوتا در ساحل اروپایی یه صخره معروف به نام جبل الطارق قرار داره که اسم تنگه هم از اون گرفته شده. این صخره جزو قلمروهای برون مرزی بریتانیاست و از سال 1713 به بعد طی یه معاهده رسمی به بریتانیا تعلق داره. البته اسپانیا هیچ وقت حاکمیت بریتانیا بر جبل الطارق رو قبول نکرده و هنوزم میخواد این منطقه رو پس بگیره. در سال 1907 فرانسه به مراکش حمله کرد، ولی 3 سال قبلش با بریتانیا و اسپانیا توافق کرده بود که توی سمت خودشون هیچ استحکامات جدیدی نسازن. بعد از اینکه در سال 1956 مراکش مستقل شد، کنترل بیشتر بخش جنوبی تنگه رو به دست آورد، البته بجز منطقه اطراف سئوتا. خلاصه که الان کنترل تنگه بین مراکش، اسپانیا و بریتانیا تقسیم شده. اهمیت تنگه جبل الطارق فقط به خاطر دسترسی به اقیانوس اطلس نیست، بلکه به خاطر فاصله کوتاه 14 کیلومتری بین دو قاره، کوتاه‌ترین مسیر بین آفریقا و اروپا هم هست. از بین 65,000 کشتی که سالانه از این تنگه رد میشن، 30,000 تا فقط از بین اسپانیا و مراکش عبور میکنن که میلیون‌ها مسافر و بیش از 13 میلیون کانتینر بار رو حمل میکنن. با این حجم ترافیک دریایی که هم از شرق به غرب میره و هم از شمال به جنوب، اصلاً عجیب نیست که این تنگه یکی از شلوغ‌ترین مسیرهای دریایی دنیا باشه. شاید فکر کنین که این شلوغی حتماً خیلی خطرناکه، ولی واقعاً اینطور نیست. سیستم‌های ایمنی مختلفی مثل قایق‌های گشتی و ایستگاه‌های نظارتی وجود داره که امنیت رو تضمین می‌کنن. ولی با این حال رفت و آمد زیاد همراه با هزینه‌های بالای کشتی‌ها و تأثیرات بد زیست محیطی باعث شده مردم هر دو طرف تنگه به این فکر بیفتن که شاید بهتر باشه یه مسیر دائمی ساخته بشه. خب حالا یه سوال پیش میاد. اصلاً ساخت چنین مسیری چطوری قابل انجامه؟ اولین گزینه‌ای که به ذهن میرسه ساخت یه پل بزرگه.
البته این اولین پل طولانی نیست که روی دریا ساخته میشه. مثلا پل هنگ کنگ ژوهای ماکائو توی چین که 55 کیلومتره خیلی طولانی تر از عرض تنگه جبل الطارقه. اما 2 مشکل اساسی است که ساخت پل توی این منطقه رو خیلی سخت میکنه. اول از همه یه پل روی تنگه جبل الطارق باید بتونه بادهای شدیدی رو تحمل کنه. آب و هوای این منطقه تحت تأثیر 2 باد به اسم لوانته و پونینته است که بسته به فصل از شرق به غرب یا برعکس میوزن. سرعت این بادها گاهی اوقات به 72 کیلومتر بر ساعت میرسه که میتونه عبور از پل رو حسابی ترسناک کنه. البته پلایی هستن که با بادهای قوی‌تر هم کنار میان. مثلا پل میائو در فرانسه تا وقتی که سرعت باد به 110 کیلومتر بر ساعت نرسه بسته نمیشه. پس شاید بشه این مشکل رو هم مدیریت کرد. اما مشکل اصلی ساخت پل روی تنگه نه فاصله طولانیه و نه باد، بلکه ارتفاع یا بهتر بگیم عمق تنگه است. عمق متوسط آب در تنگه جبل الطارق 365 متره و در بعضی نقاط تا 900 متر هم میرسه. حالا فکر کن باید یه پل ساخت که اونقدر بلند باشه که بزرگترین کشتی‌های دنیا بتونن از زیرش رد بشن. پس پایه‌های پل باید خیلی بلندتر از این عمق باشن و این کار فعلاً غیر ممکنه. فشار آب توی این عمق حدود 30 برابر سطح دریاست که هر سازه‌ای رو تحت فشار زیادی قرار میده. از طرفی جریان‌های آبی قوی و جزر و مدهای این منطقه مدام بستر دریا رو تحت تأثیر قرار میدن و ساختار سازه رو در بلند مدت بی‌ثبات میکنن. از اون بدتر این که غواصای انسانی نمیتونن توی این عمق شنا کنن. پس باید از ربات‌ها برای کارهای مثل حفاری و تثبیت پایه‌ها استفاده بشه. در حال حاضر عمیق‌ترین پایه پل دنیا مربوط به پل آکاشی کایکیو در ژاپن که فقط 60 متر زیر آبه. حالا تصور کن که ساخت یه پایه توی عمق بالای 300 متر چقدر دشواره. حتی اگه این مشکلم نبود، وضعیت بستر دریا خودش یه کابوسه. مطالعات نشون داده که بستر تنگه پر از کوههای زیر آبی، دره‌ها و آتشفشان‌های گله. علاوه بر این، وضعیت زمینشناسی منطقه هم چالش بزرگیه. این پل باید بتونه با حرکت صفحات تکتونیکی زمینم کنار بیاد. صفحه آفریقا هر 2 سال و نیم حدود 1 اینچ به سمت صفحه اروپا حرکت میکنه. درست همون جایی که قرار پل رو بسازن. علیرغم این همه چالش، کارشناسای خلاق باز هم طرح‌هایی رو پیشنهاد دادن. مثلا در سال 1996 یه مهندس نابغه به اسم پروفسور تونگ یین لین یه پل بین پورت اولیوروس و پوینت سیرس پیشنهاد داد. این همون کسیه که یه بار طرح یه پل رو روی تنگه برینگ بین روسیه و آمریکا داده بود. پل پیشنهادی تونگ یین لین برای جبل الطارق 14 کیلومتر طول داشت و ارتفاع باور نکردنی برج‌های این پل 910 متر بود. این طرح بیشتر شبیه یه رؤیای الهام بخش بود تا یه ایده واقعی، چون کاملاً فراتر از توانایی‌های فعلی بشره. خب حالا که ساخت این پل تقریباً غیر ممکنه، چرا یه روش عملی‌تر رو بررسی نکنیم؟ مثلا یه تونل بین قاره‌ای. اولین بار توی سال 1930 بود که اسپانیا پیشنهاد ساخت یه تونل رو داد. ولی اون موقع تکنولوژی برای حفاری سنگ‌های سخت زیر تنگه کافی نبود. اما طراحا دست از تلاش بر نداشتن و پیشنهاد دادن که یه تونل بتونی از قبل ساخته شده رو با کابل به کف دریا وصل کنن. ولی این ایده هم به خاطر بستر پیچیده و صخره‌ای تنگه و جریان‌های قوی آب رد شد. ایده ساخت تونل دوباره تو سال 2008 جدی گرفته شد. قرار بود یه تونل ریلی 27 کیلومتر و 475 متری زیر دریا بین تاریفا در اسپانیا و طنجه در مراکش ساخته بشه. ولی این طرح هم با همون مشکلات پل مثل ناهمواری بستر دریا و حرکات صفحات تکتونیکی روبرو بود. عمق آب هم همچنان مشکل بزرگی بود. شاید بگین عمق آب که برای تونل مانش مشکل خاصی ایجاد نکرد، ولی باید به این نکته توجه داشته باشین که عمق کانال مانش فقط 174 متر بود و بستر دریاش هم تقریباً صاف بود. در حالی که طبق طرح پیشنهادی سال 2008 عمق تونل جبل الطارق باید تقریباً 3 برابر
عمیق‌تر از تونل مانش باشه و تازه باید از بین سنگ‌های ناپایدار هم عبور کنه. البته تونل‌های عمیق‌تر و طولانی‌تری هم قبلا ساخته شدن، مثل تونل گوتهارد بیس در سوئیس که 57 کیلومتر طول و 2.3 کیلومتر عمق داره. این تونل خیلی طولانی‌تر و عمیق‌تر از تونل پیشنهادی تنگه جبل الطارق بود، ولی باید در نظر بگیریم که تونل گوتهارد بیس زیر کوه‌های پایدار ساخته شده، نه زیر دریا و روی مرز صفحات تکتونیکی. در نهایت این طرح هم کنار گذاشته شد، چون تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. اما بعد در 4 اکتبر 2023 مراکش، اسپانیا و پرتغال برنده میزبانی جام جهانی 2030 شدند. And now we can officially confirm that the host of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. این خبر باعث شد ایده ساخت تونل دوباره زنده بشه و حالا به نظر میرسه اسپانیا و مراکش حداقل قصد دارن دوباره بهش فکر کنن. در حال حاضر شرکت ملی مطالعات تنگه مراکش SNED در حال انجام مطالعات امکان سنجیه و اسپانیا هم از سال 2023 همین کار رو از طریق شرکت اسپانیایی مطالعات ارتباطات ثابت در تنگه جبل الطارق شروع کرده. چیزی که اول شبیه یه ایده فرضی به نظر می رسید حالا داره جدی‌تر بررسی میشه و شاید یه روزی به واقعیت تبدیل بشه. طرح جدید اینه که یه تونل ریلی از مادرید در اسپانیا به کازابلانکا در مراکش ساخته بشه که بین پونتا پالوما و پونتا مالاباتا از زیر تنگه عبور کنه. این تونل جدید تقریباً به اندازه طرح 2008 عمیقه، ولی طولش بیشتره، حدود 42 کیلومتر. و البته هنوز کوتاه‌تر از تونل گوتهارد بیس محسوب میشه، پس نمیشه گفت غیر ممکنه. اما سوال مهم اینه که هزینه این پروژه چقدره؟ تخمین‌های اخیر بین 6 تا 10.5 میلیارد دلار رو نشون میده، در مقایسه با تونل مانش که 14.5 میلیارد دلار هزینه داشت که به پول امروزی چیزی حدود 28.5 میلیارد دلار میشه. پس جالبه که تخمین فعلی برای تونل جبل الطارق تقریباً ارزونه، ولی خب معمولاً این تخمین‌ها خیلی دقیق نیستن. هزینه‌های این تونل هم مثل تونل مانش قرار بین دو کشور تقسیم بشه و از وام دهنده‌های اروپایی و آفریقایی تامین مالی بشه. این ایده از نظر اقتصادی منطقیه، چون پیش بینی میشه که این مسیر جدید سالیانه 12.8 میلیون مسافر رو بین اروپا و آفریقا جابجا کنه. علاوه بر این اقتصاد دو طرف رو هم تقویت میکنه. ساخت این تونل نه تنها شغل ایجاد میکنه، بلکه تجارت بین اتحادیه اروپا، شمال آفریقا و فراتر از اون رو هم افزایش میده. مراکش و اسپانیا امیدوارن که این تونل قبل از اولین بازی جام جهانی در ژوئن 2030 ساخته و عملیاتی بشه. ولی خب به نظر من که بعیده تا اون موقع آماده بشه، مخصوصاً چون تا الان هیچ تاریخ دقیقی برای شروع یا پایان ساخت و ساز مشخص نشده. این امر طبیعیه، ولی خب جام جهانی میتونه انگیزه بزرگی باشه، مخصوصاً تو شبه جزیره ایبری که مردمش دیوونه فوتبالن. نظر شما چیه؟ به نظرتون این تونل بالاخره یه روز عملی میشه یا فکر میکنین هیچ وقت قرار نیست ساخته بشه؟ توی کامنت ها حتما به همون بگین. ممنون که تا انتهای ویدیو همراهمون بودین و این ویدیو رو تماشا کردین. تا ویدیوی بعدی از همین کانال مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.